لطفاً برای بیننده های عزیزمون بگید که ماه مبارک برای شما چجوری گذشت. والا تو این ماه مبارک شدیم 3 چارک. این آقامون که از کله سحر تا بوق سگ لنده قنبه میدن، سحری پلو خورش و کلم پلو و شکر پلو و قیمه و اینا میخواست. افطاری هم میگفت یه ساده درست کن مثل پیازه آلوی پیازکی یخنین و خودلوبیای آشماسی کارد بخور تو شکمت. بگو اینا ساده. سر ای گاز و علو گرفتم، همش عین هند جگر خورد تمرگید ور دلم نکرد بره یه جعبه زلیبی بامیه بوسون بیاد توی خونو. والله بی زحمت گیرم بگین جوی بهتون افطاری دادن یا نه؟ نه افطاری دادیم. من بدبخت دست تنو برای 13 نفر آدم چی درست کردم. ماشاءالله بهم از رنگینک و ترحلو گرفته تو کلم پلو و کلم سرا. این عروس توبل تو چیش زدم 2 دقیقه قبل از اون فت اومد تو آشپزخونه. میگه خانم چیکار کمکتون بکنم؟ گفتم بی بر وایس رو تلواره آشپزخونه و از اون بگو. خدا شاهده گدا اومد در زد، یکیشون نرفتنی در رو وا کنن. خودم رفتم 1 کیلو برنج ریختم تو پلاستیک دادم به گدو میگه همین. گفتم نه ایر دادم برای نمونه، بردم کن ای خوشت اومد فردا بی گانیور ببر. والله